این فهیمه خانم دختر خاله من اینجوری نمیشه کسر به کسر داغون شده. این 25 سال پیش زیبای علی آباد بود. بهروز که خوبه، قدش تا سقف بلند خودت آبجی جان، با 130-140 سانت قد. قد من 130-140؟ من 145. من 145 قد دارم. 145. بهروز برو اون متر بگی بیار. برادر تو اینه نه قلیون، مامان تو 80 کیلو. من 80 کیلو هم. 1 کیلو. کجا 80 کیلوه؟ برو ترازو رو برداری وای من فاین به ول کن. آبجی من چند سالمه؟ وای یک کاری های پله رو اومدی بالا بپرسی چند سالته؟ نه اومدم واقعی بپرسم. من چند سال دارم؟ من چه میدونم خواهر، من 56. وای آبجی من اصلا نمیفهمم شما زن و شوهر چه دشمنی با قد سن من دارین. فهیمه عزیزم، تو قشنگی، تو خوشگلی، تو ازت 2 متر خوبه، 3 متر نکن اونم بالا.